اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز، چگونه که ما گفته بودیم درباره لغت عربی که انشاءالله که باید درس لغت عربی انشاءالله بشود، انشاءالله امروز به اذن الله که ما انشاءالله شروع میکنیم و از برادران طلب میکنیم که حتما تماشا کنین چیزها را، برای که مهنتی برادران بسیار بردوام باشد که اینجا درس عقیده باید شروع شود و متابعتی کنین، در اینجا بگم شریک شین. چخه که پرپیسد میگن همین خیلی بکنین، مثلا که تو اینکه درس های نو هر روز میای انشاءالله. اینجا ما شروع میکنیم یکم چخه دیم درسی ما است، معلوم است انشاءالله. در اینجا بگیم که نه درباره کلمه ها اشاره، یعنی که هذا برای مردانگی است، هذه برای زنانگی است، هذانی برای دو چیزای مردانگی است، هاتانی برای دو چیزی برای چیزای زنانگی هست حضرت. هؤلائی هی همونها میشه، اشاره برای جمع هست حضرت، برای مرد زن همش استفاده میخوره حضرت. خلاص دیگه به هذا عمر، این عمر هست. در تهش بگیم که استرلکای سرقتی زرد نشوندگی است که هذا نستخدمها لمفرد مذکر، یعنی که استفادهش میکنیم برای یک تا چیزی مردانگی حضرت. مذکر مرسکایش میگن همین خیلی هذه احلام، این همین بگیم هذه برای مؤنث بود، برای زنانگی بود گفتیم هذه احلام، گفتیم این احلام هست، این دخترک احلام هست. همین هذه نستخدم لمفرد مؤنث، یعنی که استفادهش میکنیم برای یک تا چیزی زنانگی. فهمو انا که هذانی برای دو چیز بود، دو چیزی که با چیزی مردانگی باشد، مثلا گفتیم چیزایی که مرسکای باشد. هذانی کتابانی، این دو کتاب هست. همین کلمه هذانی که به حرف زرد بگیم چیزی زرد قدستین، نستخدمها لمثنى مذکر، نستخدمها گفته استفادهش میکنیم لمثنى برای دو چیزی مذکر گفته مردانگی. هاتانی تفاحانی، تفاحانی هاتانی گفتیم برای دو چیزی مؤنث بود، برای زنانگی بود حضرت. هاتانی تفاحانی که گفتیم این دو سیب هست. سیب مثلا تفاحه که گفتن عربو چیزی زنانگی میشه حضرت. نستخدمها لمثنى مؤنث، همین هاتانی را استفاده میکنیم برای مثنای مؤنث، برای دو چیزی زنانگی حضرت. جنس کی ودا. هؤلاء اصحابی، هی همونها دوستای من هستند. هؤلاء هم کلمه هؤلاء برای صیغه جمع است، اشاره برای جمع است حضرت. همدستی نستخدم لجمع المذکر و مؤنث، استفادهش میکنیم. همدستی مثلا که با کار میبریم شه برای مذکر و برای مؤنث، برای همش استفاده میکنیم. یعنی که اینجا بگیم درباره کلمه هذا، هذه، هذانی، هاتانی، هؤلاء گپ است. هذا برای یک مرد است، هذه برای یک زن است، هذانی برای دو چیزی مردانگی است، هاتانی برای دو چیزی بگیم دو چیزی یکی دو کسی زنانگی است، هؤلاء برای جمع هست. برای جمع یعنی که هم مرد هم زن همش استفاده میخورد. این کلمه های ضروری هستند که حضرت اگر استفادهش در خطا کردی خطای بزرگ میشه حضرت. و هم خاطر ما از یک طرف همشه میده انشاءالله الرحمن میگیم انشاءالله.